سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 10 ایول همراه شما. در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشقردستان روسیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شنغهای برگزار شد. در این جلسه قرار کردند که رسمیات قبول هند و پاکستان به این سازمان شروع شود که عین حال تاجیکستان و روسیه، چین و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان به آن شامل هستند. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣ дар нишаст аз раҳбарони кишварҳои узв хост стратегияи махсуси муқобила бо қочоқи маводи мухаддирро қабул кунанд ки аз афғонистон ба кишварҳои узв ворид мешавад. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин гуфт ҳеҷ кишвар ба танҳоӣ пеширои қочоқи маводи мухаддирро гирифта наметавонад ва бояд дар ин самт ба афғонистони муҳтоҷ кӯмак кунанд. аммо ба гуфтаи эмомалӣ раҳмон вазифаи аслии созмони ҳамкориҳои шангҳай ҳоло таъмини амният ва субот дар минтақа аст. Нарендра Модӣ, нахуствазири Ҳинд, ки дар нишасти сарони созмони ҳамкориҳои Шангҳай ширкат дошт, аз Уфа ба Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон меояд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд зимни сафари нахустини Нарендра Модӣ ба душанбе қарор аст чанд санади ҳамкории миёни Тоҷикистону Ҳинд ба имзо бирасад. Нарендра Модӣ рӯзи 13 июл вориди душанбе мешавад ва бо Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон мулоқот мекунад. تو با امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان эмомалӣ раҳмон سه بار با سفر رسمی در سالهای 1993 95 و 2001 و دو بار با سفر دولتی در سالهای 2006 2012 به جمهوری هندوستان سفر کردند. راهبران بالامقام هندوستانی با تاجیکستان تشریف آوردند. از جمله سال 2003 سربازی وقتی هندوستان جناب اقل بیهار واجپایی با جمهوری تاجیکستان سفر رسمی انجام داده بود. هند یکی از آن کشورهایی است که برای تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان کمک میکند و فرودگاه نظامی عینی در کنار دوشنبه را با خرج بیشتر از 80 میلیون دلار تعمیر و ترمیم کرده است. با گفته مقامات تاجیکستان در ظرف بیشتر از 7 سال گذشته از هند به اقتصاد تاجیکستان 25 میلیون دلار سرمایه وارد شده است. و در حالی که مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی ایران همچنان ادامه دارد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشرفت‌های واقعی برای به دست آوردن توافق فراگیری هسته‌ای حاصل شده است. اما گفت جان کری ما اینجا نآمدیم که فقط مذاکرات کنیم. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته است متن توافق آماده است و فقط مسئله قبول یا رد آن مانده است. گفته می شود در صورت حاصل شدن توافق میان قدرت‌های جهانی و ایران، این کشور امکان بیشتری همکاری و یا توسعه نفوذ در آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان را پیدا می کند. فرودگاه بین المللی شهر قورغانتپپا یکی از بزرگترین فرودگاه‌های تاجیکستان به دلیل قطع پروازها ناچار کارمندانش را به رخصتی بیمزد فرستاده است. فرودگاه مذکور که از آن روزانه صدها نفر به شهرهای گوناگون روسیه پرواز می‌کردند حالا آرام است و به گفته رهبرانش 80,000 سومانی نیز قرضدار شده است، ولی رهبران فرودگاه امیدوارند وضع به زودی تغییر می‌یابد. حاضر بود برای نزدیک و شهرنامه‌ای که داریم از ماه آگوست از 1 آگوست اما حساب تازه کردن 4 ریز هفتهش بعد تصدیق شد. از ماه آگوست شما هر هفته 4 ریز به طرف روسیه پرواز می‌کنید. قبلا 90% مهاجران کاری از وادی وخش در ولایت ختلان از همین فرودگاه به روسیه پرواز می‌کردند، ولی به سبب کم شدن مهاجرت و خالی ماندن هواپیماها پروازها از فرودگاه قرغانتپپا قطع شده است. مقامات تاجیکستان به گروه از خبرنگاران در ولایت ختلان محصولات ویران شده بدون بازچسب و مهلت استفادهشان سپری شده را به خبرنگاران نمایش دادند. نمایندگی مؤسسه تاجیکستاندرت در ولایت ختلان روز 10 ایول گفت در ظرف 3 ماه امسال 170 تاجر را برای فروش محصولات غیر قابل استفاده و غیر استانداردی 10,000 سومانی جریمه بسته است. در تمام کشور به گفته رئیس آژانس تاجیکستاندرت 300 تن محصولات غیر استانداردی را از معاملات گرفتند و از جمله 10 تن خرمای ایرانی را که تاجران می‌خواستند بفروشند. می‌خواستند معاملاتش گذاشتگی از سرنا کار، یعنی که برجام شایواز کنن و در امروز شهر رمضان با سازو بودن. امروز ما با واسطه نمایندگان اگنتی متعاملات می‌دید، یعنی که شورای کردیم همه رو بودن اسم رو کردیم.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند تمام محصولات ویران شده و غیر قابل استفاده را آتش میزنند یا با راه‌های دیگر نابود میکنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.